جایی که مانده از فاز دوم قطعه دوم که از کیلومتر 90 الی 101 9 کیلومتری کار شده، حدوداً 2 کیلومتری تحت کار خاک برداری اینا زیرسازی اینا کلا تکمیل شده و اسفالت فقط مانده. حدوداً شاید از 15 الی 20 روز آینده پروژه تکمیل شه ان شاء الله. پروژه حدود 52.5 کیلومتر بوده و حدوداً 3 قطعه 3 فاز. این پروژه حدوداً 60 میلیون دلار هزینه داره که سهولت‌های بیشتر میکنه که تقریباً راه قلعه‌نو و هرات قلعه‌نو با هم وصل میکنه. از روزی که همین سرک درست شده ما واقعا راه ما کوتاه شده، راحت شده. کسی مریض یعنی راحت میرسه به کلینیک ها اینا. شکر خدا همه دولخ بود اینجا، قبلا اینجا خیلی وضعیت خراب بود. حالا کنه فرض مثال از قلعه و حرکت کنی تا به هرات بری 2 ساعت راه. سابق خیلی 4-5 ساعت راه بود، خیلی به بعد زبیا ما رفتم. سالی نبود که از همین 1000 تا موتر به همین دره لامون شما میشد. اینجا که بود راه یک کمی خراب بود، حالا خدا رو شکر اسفالت شده، خیلی هم خوبه و خیلی هم خوشحالم. کار فعلا به شدت جریان شبانه روزی کار میکنه. در حدود 13 نفر تعداد پرسنل فعلا که میشه اینجا کار میکنه. با مردم امی داریم که وقتی که ما کار میکنیم با امی پرسنل ما مزاحمت نکنه. حالی وقتی که امی سرک باید احتیاط کنه که ما دایی خیلی زحمت کشیدیم، پرسنل های ما زیاد باید اونا هم احتیاط کنه. فعلا کاروبار با حالت نرمال پیش میره. ما همه امکانات فعلا موجود داریم. کمی یک قسمت باقی مونده که شده بزرگترین فرصت ان شاء الله این تحویل جامعه.